رئیس جمهور غنی میگوید پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با وجود آمده و این پیشرفت را یک گام بزرگ در فضای صلح و ختم جنگ خواند. آقای غنی پس از ادای نماز عید قربان در ارگ گفت یک قسمت از مسائل باقی مانده و آن هم حل شدنی است. پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته و در این باره انشالله امید است که به زودی ممکنه موافقه نهایی شود. یک قسمت مسائل مانده که زیادتر حل از اینا در تطبیق صلح کمک خواهد کرد، اما این مسائل باید در مدت محدود انشالله تعالی حل شود و حل شدنی است. در مراسم نماز عید در کنار رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری، معاونین ریاست اجرایه، اعضای کابینه، مقامات دولتی و تعداد از مهمانان خارجی حضور داشتند. اما در این مراسم عبدالله رئیس اجرایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی حضور نداشتند. این در حال است که امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که مذاکره روی موافقتنامه صلح با حکومت نهایی شده و هر دو طرف درباره سند موافقه کردند که میبایست 2 روز قبل امضا میشد. در این حال رئیس جمهور غنی نیز بر این مسئله اشاره دارد و میگوید که هیچ مانعی بدون دلیل در گفتگوهای صلح برای وی قابل قبول نیست. هیچ نوخند د مقدس پروسه په مقابل کې زنمن او که موانع ایجاد سی نو بیا اما دنده ده او اما وظیفه ده چې ټول ولس سره جریان شریک کاندم او له ټول ولس نه غوښتنه وکم چې په واحد صف کې انشاءالله تعالی صلح دپاره ودرېږي. هرچند ماشین اصلی ادامه جنگ در افغانستان طالبان مسلح خوانده شدند، اما شمار از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که یکجا شدن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با پروسه صلح میتواند تاثیرات مثبت داشته باشد.